از ناامیدی‌ها بس امید است، پایان شب سیاه سفید است. البته پایان شب سیاه ما این وخوری با دسته منتخب ایران است که در دور سیوم برگزار می‌گردد. هرچند طبعا اونقدر خوب نیست، بولیده نیست، اما درباره این بازی میتوانیم حرف بزنیم. با برنامه بعدی بازی است. ما علوی دیبوریف با محمد جان حبیب الله در اینجا نشستیم. در برابر فرصت پیدا شدن با عربستان سعودی هم در تماس خواهیم برآمد. خب 3-0 این چیزی که ما امید نداشتیم همین طور هست؟ درست. البته پیش از بازی ما عموما باوریمون نمیومد که ما 3-0 مغلوب میشیم. عموما فکر من درباره مغلوبیت هم نبود. بعد که ما با دسته عمان غلبه کردیم فکر میکردم امروز با یک بازی خوبیشون میدیم. خیلی که ما دیگر بازی رو تحلیل کردیم. بازی اندونزیا بعد غلبه بر کره جنوبی بازی دوم هم غلبه شد. من فکر کردم که امروز بچهای ما غلبه دوم رو با دست میارن، لیکن البته بازی سوم هم هست. فکر میکنم که بازی اساسی و عموما همه وقت تقدیر ما در همین بازی حل کننده دور سوم حل میشود. این چیزی که شما گفتید در حقیقت همین طور هم هست. دسته منتخب اساسی کشور ما در بازی آخرین یعنی حیات و ممات رو در همون میگذارند. دستهای منتخب جوان نورسان هم همین گونه شروع کردن. اما فکر میکنم که ما توانستیم تا در خیس یکم بازی خوب داشته باشیم و عموما توانستیم در قسم اولی وخوری خوب دفاع کنیم و نگذاریم که کره شمالی گل زند. چی شد به ما؟ درست. البته اولی بازی تا دقیقه سیم خیلی خوب بازی عموما برابر طرف بود. چی دسته کره شمالی هم بگیم با توپ هم بگیم هجوما نبودن، یک فوتبالی بسیار فوتبالی به توپ، هر دو دسته به فوتبال فیزیکیشون دادن. یگان بگیم حالتهای گلزنی، یگان حالتهایی که تیز و تون کنه بازی را نبود، فقط بازی برابری بود. لیکن بعد دقیقه 33 عموما یک روش بازی در دسته ما گم شد در قسمت اول بازی. بله، ضربه اولی رو ما زدیم. درست. این ضربه بود که محمد جان نظریف زد. بله، بسیار یک گزارش خوب هم بود، اما ببینید که این از هجوم‌های بشماری ما بود در این بازی. ولو این لحظه پیش روی ما است و این ضربه‌ای که زده می‌شود ببینید محمد جان نظریف خیلی دور هم جایگیر شده بود و عموما برای دیگر بازیگران ما برای ضربه زدن تا نیمه دوم دیگر یگو مراد حاصل نشد. هرچند اینجا فوتبالبازان دسته منتخب کره جنوبی هم نتوانستند که با سوی دروازه ما ضربه‌ای قاطع زنند. حالا ببینید اینجا یکی از ضربه‌های اولی نشده است و دروازه‌بان ما اینجا ماهرانه بازی میکنه. در حقیقت اگر دروازه‌بان ما امروز نمی بود، اگر به نظر من همین گونه خوب بازی نمیکرد، حساب از این هم زیادتر میشد. حالا بعد اونکه ضربه‌های کنجی اینجا می‌بازند بازیگران دسته منتخب تاجیکستان، اینجا هم فرصت برای ما پیدا شده بود. ببینید با قوه بسیار بزرگ به صفحه پیش می اومدیم، اما باز همون چه ضربه ها خطا هستند و نمیتوانیم که انیق به سوی دروازه بزنیم. همینطور درست. البته ما تا دقیقه 33 برابر بازی میکردیم و چقدر که میبینیم از حالت‌های استانداردی هم داشتیم که میتونستیم که طرف دروازه حریف هم ضربه زنیم، لیکن بعد همین 33 دقیقه عموما یک ترتیب انتظام در بازی ما عموما گم شد. خط محافظت نه اونقدر خوب بازی میکرد. هجوم‌های فشاری که دسته کره شمالی میآورد پای در پای عموما بازیگران ما کمی بیش مانده شده بودند. بعد آخری بازی هم قریب یک دقیقه 40 حریف ما قریب 4-5 پرتافته کناری داشتند. بله نه که در دروازه‌بان ما رحمانقلوف خیلی خوب بازی کرد در قسم اول. بله اگر این چی بود ضربه دشوار بود برگردونید باز برجست و این توپ رو گرفت. اما فوتبالبازان دسته منتخب کره شمالی اصلا اون بازیگری که تحت رقم 9 اینجا بازی میکنه در قسم دوم محض قهرمان او گردید. این هم پاک وانگ سونگ است. میتوانست که در این بازی نه اینکه
ду гол занад, балки голҳои дигарро ҳам занад. عموما نه فقط یک بازیگری رقم نمو چخیلی که دیدیم راستی گپ بازیگری که در همین میدان از رقم 6 است با توپ است همین بازیگر خیلی به من معقول شد. عموما بازیگری که گل هم نزد نه که تمام هجوم های دسته کره شمالی از همین بازیگر سر میشد. هجوم از بازیگری که در خط محافظت بازی میکرد، لیکن خط محافظت دسته ما عموما در قسم دوم دیگر عموما فعالیت سوس شد. تمام شد. همه چیز رو از دست دادن. عموما در پرتوها حتی با دیگر پسنی ها غلط بودن. بله البته باید ما فکر من همین که ما در قسم اول دوم ما تغییرات زیاد کردیم. یک لحظه ما ولو عربستان سعودی با ما در تماس است. بیاید اینجا ولو اینومیدین رو میشنویم. اینومیدین. بله دوستان گرامی ولو با ما علاقه پیوست میشه و با اینومیدین در تماس هستیم. اینومیدین خوب این بازی که اینجا دیدیم با حساب 3-0 مغلوب شدیم. البته بسیار یک باخت دردآور بود برای نورسانی ما و برای در عموم فوتبال تاجیک، ولی ما امید به بازی آینده می‌بندیم. چگونه که خود شما دیدید در قسم اول همه چیز از روی نقشه‌های سرمربی ادامه یافت. قسم یکم با حساب مساوی جمع بست شد. بازیگران ما فکر می‌کردند که در نیمه دوم کره شمالی خسته می‌شود و قسم دوم البته به نفع ما جمع بست می‌گردد، اما چنین نشد و در نیمه دوم رقابت همه چیز برعکس. از دقیقه اول فعالی بازیگران کره شمالی رو دیدیم که اخیراً آنها با زدن نه اینکه 1 و 2 بلکه 3 گل دست یافتند و غلبه نخستین خود را به دست آوردند. باید همین طور هم خوب تا جای اگر که خوب فکر کنیم باید منتخب ما رو افتاده نشود و بازی آینده خود رو البته بر مقابل ایران خوب با پیروزی جمع بست کند. با همین تمام ما به مرحله بعدی راه خواهیم یافت. میدونید منتخب کره شمالی از تیم ملی ما دیده بیشتر خواهش پیروزی به دست آوردن رو داشت، چون که در دور اول آنها امتیاز دست داده بودند، در دور اول پیروزی به دست نآورده بودند و جوانان ما نورسانی ما همین رو خوب درک میکردند که رقیب از ما دیده خواهش بیشتری غلبه به دست آوردن رو دارد. نمیدونم تغییرات ها در جای خود بود و عموما همه چیزی که سرمربی انتخاب کرده بود درست به نظر می رسید، اما قسم دوم ضعیفی بچه‌های ما و از جهت فیزیکی از جهت جسمانی بیشتر آماده بودن منتخب کره شمالی سبب پیروزی این منتخب شد. یعنی شما گفتنی هستید که اینجا ما انتظار شدیم که کره شمالی بعد قسم اولی وخوری ضعیفتر می شود، یعنی قوت بسیاری که صرف کردن برای کشیدن حساب و قدرت ما بیشتر میموند، اما این طرف نشد. معلوم می شود که دسته منتخب ما از نگاه جسمانی آماده نیست. نه من منظورم این نیست که تیم منتخب ما از لحاظ جسمانی آماده نیست، بلکه منظور من این بود که تاکتیک همین گونه معین شده بود و از سخنان بازیگران در رفت بازی در میدان از طرف کاپیتان دسته ما این رو میشنیدیم که میگفت نقشه ما در قسم اول چی است فراموش نکنید بچه‌ها، حساب مساوی رو باید نگاه داریم و ترک میدان کنیم. سرمربی دسته، ستاد مربیان، خود بازیگران همگی خوب درک میکردند که رقیب از ما پرقوت‌تر است و حتی سرمربی منتخب تاجیکستان راجینی پیش از همین موضوع اشاره کردند که در همین مسابقه بهترین دسته با احتمال زیاد محض این کره شمالی است، دسته‌ای که از جهت فیزیکی به‌نهایت پرقوت است و بچه‌های ما خب این رو در نقشه‌های خود داشتن که قسم اول رو مساوی می‌کنیم، در نیمه دوم با حساب مینیمالی با برتری مینیمالی ما دست بالا می‌شویم، اما همه چیز برعکس شد و خب غیر انتظار منتخب کره شمالی در قسم دوم خسته نشدند و بلکه آنها بازی خوبتر خود را نسبت به نیمه اول نشان دادند. به نظر شما اون سه تغییراتی که راجینی در بعد قسم اول تقریبا همین گونه شد ایواز کرد، بازی ما رو دیگرگون کرد، یعنی نفهمی ها بیشتر شدند، همین طرف فکر میکنید؟ خب تغییراتی که بودند اساساً وابسته به کارت‌های زردی که در نیمه اول شد، اساساً به خاطر کارت‌های زردی که در قسم اول بود با اشتباه‌های کوچک خود بازیگران ما داور رو وادار کردند که به آنها کارت زرد نشان بدهند. به همین خاطر خب سرمربی در آغاز قسم دوم تغییرات رو انجام داد تا اینکه بازیگرانی که نسبتاً ضعیف‌تر بودند و کارت زرد گرفته بودند ترک میدان کنند و خب بازیگرانی هم تازه نفس هم که بازیگرانی کارت زرد ندارند به میدان بیایند. اما در عموم در نیمه دوم اشتباه‌ها هم در مرکز هم در خط دفاع خیلی زیاد به نظر می‌رسیدند، هرچند بچه‌ها کوشش می‌کردند مخصوصاً دو دفاعگر کناری که بیشتر از موقع‌های آنها هجوم‌های منتخب کره شمالی راه اندازی می‌شد تلاش می‌کردند که از همین موقع‌ها امکان ندهند برای رقیب، اما برایشان آسان نبود و در هر هجومی کره شمالی ما قریب که یک اشتباه یا کلان یا کوچکی بازیگران رو می‌دیدیم.
با بازی با دستای منتخب ایران چگونه از نگاه روانی آماده شد چون که حسابی 3-0 هم به تاثیر نمیموند. خب اکنون حالا بازی امروزه منتخب‌های ایران و عمان میتواند بسیار چیزро معین کند در گروه دی. یعنی اگر ایران هم پیروزی به دست بیارد پس الکی کره شمالی و منتخب ایران دو دسته میشوند که 4 امتیازی دارند و خب در جدول در زینه‌های یکم و دوم البته به شبه قرار میگیرند و تیم نورسانی ما در جای سوم هستند متاسفانه. اما انگیزه بازیگران ما خیلی زیاد است و خواهش خیلی کلان دارند برای رفتن به چمپیونات جهان. اکثریت آنها چنین فکر میکنند که رفتن به چمپیونات جهان راهی خیلی هم عالی برای آنها به فوتبال بزرگ میکشاید. نه تنها در چمپیونات های خب لیگ عالی لیگ یکم در داخل کشوریان که در چمپیونات های خب کشورهای آسیای مرکزی بلکه همچنین در مسابقه های نسبتا سطحی بلندتر آنها امکان بازی کردن را پیدا میکنند. البته برای یک فوتبال باز مهم این است که روی خود رو کشوده کنند و برود به دسته‌هایی که میخواهد آنجا بازی کردن و بازیگران ما نیز این خواهش رو دارند به خاطر این تا آخر مبارزه میبرند و میجنگند. و در مورد اینکه چگونه باید آماده شود منتخب ما بر مقابل ایران، حتما از رفت آمادگی های تیم منتخب نورسانی تا 17 ساله، از خب کار ستاد مربیان و از رفتار بچه‌ها، از خب فکر و اندیشه بچه‌ها در روزهای بعدی تا برگزاری بازی ایران ما باز هم برای شما معلومات بیشتری ارائه خواهیم کرد. تشکر زیاد برای یک تفسیر خیلی خوب از عربستان سعودی. تشکر میگیم. اینو میدین باز در لحظه ضروری در برنامه‌های دیگر تلویزیونی ورزش ما با شما در این باره صحبت خواهیم کرد. تشکر. خب برمیگردیم نسبت اون سوال‌هایی که به اینو میدین دادیم. در خط ایوازشوی 3 بازیگر در قسم دوم اولی قسم دوم یک نوجوری رو در بازی بچه‌های ما پیدا کرد، یعنی پستیی، یعنی ببینید یکدیگر نفهمی خیلی زیاد شد. درست. البته بعد قسم اول بازی در قسم دوم دیدیم که 3 تغییرات شد. وقتی که سرمربی تغییرات بعد هیئت دسته میآورد باید در رفت بازی هم تغییرات شود. بگیم یک لیکن چی در خط محافظت چی در خط بین محافظت نیم محافظتگران در خط هجوم عموما همین رفت بازی یکدیگر فهمی در دفاع یا دیگر فهمی سر کردن هجوم، سرشوی هجوم، یا که در هجوم با هجوم یگانه بازیگر که در خط پیش بازی میکرد نظری عموما به تو موند. دیگر در همچون یک بازیگری حریف واری میگشت به تو، یگان هجومی نبود که بگیم که یک هجومی از کنترل هجوم ما سر میکردیم و تغییراتی که شد عموما با رفت بازی یگان نیاورد، یگان فایده نیاورد. خوب بیایید با همین گل اول نظر میکنیم که اینجا در دقیقه 50 پاک کوان سونگ زد. ببینید گزارش خیلی خوب. 4 نفر اینجا محافظتگران ما بودن اما ما همه رو برباد دادیم و در نتیجه حساب شده شد و خط دفاعی ما بعد این اشتباهش باز بعد 8 دقیقه دیگر باز یک اشتباهی دیگر کرد. حالا ببینید اینجا همین گلی که باز همون پاک کوان سونگ زد در این باره چی گفتنی هستم. خوب میتونیم که اینجا گل سوم رو هم ببینیم و بعدا سخنهای خود رو گوییم چون که الکی حساب بله حساب این گل شاید حسابیده نمیشد. گفتن نه اینجا یگان قاعده بازی ویران نشده است، وضعیت نوبازی نبود و این تو از دروازه‌بان ما وارد توری دروازه گردید. یعنی بسیار فوتبال بازی با سرعت هستند و از طرف دیگر دوستان گرامی امیر رو هم گفتنی هستم که از هیئت دسته منتخب کره شمالی محض همین بازیگر پاک کوان سونگ باز همچنین بازیگری که اینجا ری کانگ جیم این گل سوم رو زد و باز بازیگر رقم 6 که شما اینجا معلوم گفتید اینها از نگاه دعوت ان جین سوک اینها از طرف دسته های اروپایی الکی زیر نظارت گرفته شدند و شاید بعد این بازی ها الکی میتونن که در اروپا هم بازی کنند. بله چقدر که ما بازی را تماشا کردیم هر دو قسمی بازی را همین دو بازیگر بهت بازی خوبیشون میدن و سرشوی هجومی دسته کره شمالی هم همین بازیگر رقم 6 آغاز میکرد و عموما هجومی دسته رو هم در بین مرکزی میدان روبری میکرد. بگیم که یک دیسپچری بود. بله. انجین سوک. بله. چیز دیگر رو میخوام اینجا بپرسم. ببینید این البته گل‌های
بسیار هم مهنتی بودند چون که وقتی دفاع دسته منتخب تاجیکستان میخواست که این حالت برطرف شود ولی باید فشار دوباره آنها کار میداد. اگر محافظتگران ما اینجا کاری کرده باشند پس نفر دیگری بود که برای هجوم رو ادامه دادن آمادگی خوب میدید. همین بود که ما با حساب 3-0 مغلوب شدیم و اینجا یک کارت سرخ هم گرفتیم. روزیقوف کارت سرخ گرفت. تا کدام درجه این با بازی نوبتی دسته منتخب تاجیکستان تاثیر میرسوند نبودن همین محافظتگر؟ البته روزیقوف خیلی یک دفاعگر خوبه، در خط دفاع خیلی یاردم میداد، لیکن نبودن او در بازی ایران و فکر من تاثیر خود را میرسوند برای که باید ایرو جسمانی باید بازیگر با تن توش میتونید که بازیگرانی که در خط هجوم ایران بازی میکنند میتونید که با یک بازی خوبی شوند یعنی. لیکن در همین بازی من فکری من است که بازیگران ما در دو قسم بازی کردن نتونستن از روزی جسمانی تیار نیستند دسته روی همین کورتای زرد هم را وقتی که 4 کورت زرد گرفتیم. بله 4 کورت زرد و یک کورت سرخ روی که جسمانا خوب تیار نیستند تیز مانده شدند بالای فشار پای در پای فشار دسته کره شمالی با ما مجبور شد که بازیگر کورت سرخ گیرد. در حقیقت درست گفتید. من فکر میکنم که در بازی با دسته منتخب ایران حالا هیچ چیز از دست رفته است. اگر امروز ایران با دسته منتخب عمان برابر بازی کند یعنی مساوی بازی کند پس برای ما خیلی آسان خواهد شد. حالا بیاید با این آماری که اونجا بود در بازی بین دسته منتخب تاجیکستان و کره شمالی 53-47 این در اختیار داشته توپ است اونقدر زیاد نیست. ضربه ها 2 مرتبه زیاد هستند 16 ضربه کره و 8 ضربه تاجیکستان. خب ببینید از حساب با هم دادن توپ بسیار سرعت بالا میشه اندری هم بازی کردن 316 به 291. خب دیگر نمودها ضربه کنجی هم 5-4 قریب که برابر است 2 مرتبه آنها در افساید بودن و 4 مرتبه. خب همچنین قاعده ویران کنی ها 13-11 و کارت های زرد 4-1 یک کارت سرخ هم داریم. این آماری همین بازی بود. بله اون از روی آمار اگه ما امروز اگر این بازی را 2 ساعت تحلیل کنیم حسابی بازی دیگر نمی شود. بله. من فکر میکنم که سرمربی ما باید یک تحلیل خوب کند با بازیگران با شاگردان و بعداً با بازی اساسی یک تیاری خوب باید دیدیم. همینطور هم هست. در حقیقت با امید فردا که دسته اولا امروز که دسته منتخب ایران با دسته منتخب عمان بازی میکند و این بازی اگر مساوی شود برای ما الکی 70% در بازی های آینده خواهیم بود. از نتیجه بازی بین دسته منتخب ایران و تاجیکستان از همه بیشتر این تعلق دارد. اگر ما بر ایران ظفر یابیم به یگان ممنوعیت میتوانیم که در بازی هم جام جهان و هم بازی های چهاریک نهایی جام آسیا که حالا دوام دارد راه خط گیریم و مبارزه را دوام دهیم. در همینجا دوستان گرامی برنامه بعد بازی را ما به پایان میرسونیم. استاد شما تشکر که به علاقه اینجا اومدید. شب دراز است. خوب درباره فوتبال گپ زدیم. امید داشتیم که با شادی همه را جمع بندیم اما این طرح شد. به هر نحو شب خوش به شما دوستان گرامی.